مسابقات جام محصل با قهرمانی تیم فوتسال ادبیات انگلیسی مؤسسه تحصیلات عالی غور پایان یافت. مسئولان مؤسسه تحصیلات عالی غور هدف از راه‌اندازی این مسابقات را همدیگر پذیری، رشد ورزش و شناسایی چهره‌های فوتسال این مؤسسه عنوان کردند. آنان میگویند تلاش میکنند تا چنین مسابقات و برنامه‌های موثری را در آینده نیز برگزار کنند. برنامه‌ای که امروز شما شاهد برگزاری جامش بودیم که در فینال قرار داشت، برنامه‌ای بود که از طرف کمیته ورزشی سطحی مؤسسه تحصیلات عالی غور و با ترکیب عضو که چند تا کمیته فرعی ورزش در پانزه‌ها وجود داره برگزار شده بود. انشالله این برنامه‌ها دراز مدت هست. اولین دوری بود که چنین خلاقیت را مسئولین کمیته‌ها دیگه به خرج دادن و در آینده هم انتظار چنین برنامه‌ای را داشته باشیم و حتما انشالله برگزار میشه. علاوه از برنامه‌های دیگه روی لیست هست. امیدوار هستیم که در آینده بتوانیم همونطوری که حضوری پرشوری همه ملت غور با خود ما داشتیم در آینده ها توسط برنامه‌های دیگه ای که انشالله از طرف مؤسسه دیگه تدویر میافته شاهدش باشیم. محصلین مؤسسه تحصیلات عالی غور از برگزاری این مسابقات استقبال می کنند و از مسئولان ورزشی و مؤسسه تحصیلات عالی این ولایت می خواهند تا چنین مسابقات دیگری نیز برای رشد و سلامتی جوانان راه اندازی کنند. ما تشکری میکنیم از ریاست پانزه تعلیم طبی و همچنان مؤسسه تحصیلات عالی ولایت غور که همچنین اقدام نیکی را در راستای ورزش اقدام کردن، چون که ورزش ضامن سلامتی هست و ضامن اخوت و برادری هست. همین ورزش هست که ما رو گرد هم جمع میکنه و جوانان را با هم پیوند میده. و همین اساس خواهش ما از مقام های ولایت و همچنان از مؤسسه تحصیلات عالی غور است که همچنین برنامه‌های ارزگاهی برای محصلین بگیرند، چون که اقدام نیک هست و برای صحت ورزشکاران خیلی خوب هست. چه خوب است که در پهلوی دانش جسم و روان ما سالم باشه. جا داره که تشکر بکنیم از ریاست مؤسسه تحصیلات عالی غور که جام را تحت نام جام محصل برگزار کردن که واقعا خیلی مفید می باشه به تمام محصلین. و تشکر خاص میکنیم از ریاست فدراسیون فوتبال که همکاری کردن و این جام بین 12 تیم برگزار شد که خوشبختانه تیم ادبیات انگلیسی توانست با نتیجه درخشش و ضمانت بسیار خوب مقام نخست از آن خود بکنند. تشکر میکنیم از ریاست مؤسسه تحصیلات عالی غور که همچون مسابقه را برگزار میکنند و همه ساله و ما خاص ما همیسته که همه ساله این قسم تورنمنت ها برگزار بشه و برای رشد و توسعه ورزش بین محصلین. با این حال مسئولان فدراسیون فوتبال غور میگویند که آنان مسابقات جام محصل را بین 12 تیم راه اندازی کردند که در این مسابقات تیم فوتسال ادبیات انگلیسی قهرمان و تیم فوتسال آموزش و کامپیوتر نایب قهرمان این مسابقات شدند. این نخستین بار است که مؤسسه تحصیلات عالی غور چنین جام را بین دیپارتمنت های مختلف این مؤسسه برگزار می کند تا جوانان بتوانند در بخش ورزش نیز توانایی هایشان را به نمایش بگذارند. مسابقات جام محصل مؤسسه تحصیلات عالی ولایت غور بین 12 تیم و 3 گروه 4 تیمی برگزار کردند که خوشبختانه این بازی از مرحله گروپی دو تیم بالا آمد و مرحله 6 تیم مرحله اسفی بود و از مرحله اسفی هم 3 تیم بالا آمد به مرحله رده‌بندی که 3 تیم امتیازی بازی کردند و تیمای قهرمان و نایب قهرمان و مقام سوم مشخص شدند. تیم قهرمان تیم دیپارتمنت انگلیسی و تیم نایب قهرمان تیم آموزش و کامپیوتر و تیم مقام سومی تیم روانشناسی شدند و کاپ اخلاق هم تیم ریاضی از آن خود کرد و همچنین آقای گل رقابت ها عبدالظاهر یوسفی از تیم انگلیسی با زدن 32 گل برتر آقای گل شناخته شدند و بهترین بازیکن شفیق جان عزیزی از تیم دیپارتمنت انگلیسی شناخته شده و همچنین بهترین دروازه‌بان هم از تیم روانشناسی شناخته شده. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.